تهران تا کوالالامپور روز هفتم. دیگه وقت خداحافظی با پوکت رسیده بود و باید از این جزیره زیبا میرفتم به مقصد بعدی، یعنی شهر چیانگ مای. ساعت 6 صبح از دم حاصل با اتوبوس‌های فرودگاه حرکت کردم و خودم رو رسوندم به پروازم به مقصد بانکوک. قرار بر این بود که یک توقف کوتاه اونجا داشته باشم و بعد با قطار برم به شمال تایلند. موقع خرید بلیط دیده بودم که فرودگاه دقیقاً کنار ایستگاه قطاره و وقتی رسیدم شروع کردم به پرس‌وجو که چطور میتونم برم به ایستگاه. اونجا بود که مأمور مترو گفت داداش داری اشتباه میزنی، اون فرودگاهی که شما میگی اون سر شهر رو تقریباً 2 ساعتی با اینجا فاصله داره. و منی که تازه فهمیده بودم تایلند 2 تا فرودگاه داره که هر دوش هم برای پروازهای خارجی و هم داخلی استفاده میشه. خلاصه که با استرس و عجله یه رو مونده به حرکت قطار خودم رسوندم به ایستگاه و تازه داستان داشت شروع میشد. از اونجایی که کل توریستایی که تایلند بودن برای یکی از بزرگترین فستیوالای اونجا می‌خواستن خودشونو برسونن چیانگ مای، تمامی بلیط‌های هواپیما و قطار فروخته شده بود و تنها بلیط درجه 3 قدیمی‌ترین قطار تایلند باقی مونده بود که منم با خودم طبیعتاً گفتم چاره‌ای نیست و مگه چقدر میتونه بد باشه. وقتی که پام رو داخل قطار گذاشتم فهمیدم نه، میتونه دقیقاً همونقدر بد باشه. در بعد به ورود شما کلی آدم رو می‌بینید که یک سری سرپا وایسادن و یک سری هم نشستن و تو هر ایستگاهی کم و زیاد میشن. خبری از سرویه هوا و کولر و این داستانا هم نبود و صرفاً یه چند تا پنکه روی سقف نصب کرده بودن که بیشتر جنبه دکوری داشتن. بعد از پیدا کردن صندلیایی که اگه رو سنگ میشستید نرم‌تر بود، تازه با دستفروشایی مواجه میشدید که نوبت به نوبت با عجیب‌ترین خوراکی‌ها میومدن سراغت و در طول 14 ساعت سفر بدون لحظه مکث دائما در حال فروش تنقلات بودن و جالبیش اینجا بود کسی هم به اون صورت خریدی ازشون نمی‌کرد. شاهکارشون هم این داداشمون بود که هر 5 دقیقه گوشای مسافرها رو مزین می‌کرد. با فکر به اینکه شب دیگه حداقل گرما و هوای شرجی رو نیازی تحمل بکنیم، یهو با حمله انواع و اقسام حشرات و سوسک و ملخ مواجه شدیم که از پنجره‌های قطار می اومدن داخل و شما هم باید هی با دستتون این ور اون ور بدنتون میزدید. و در آخر بعد از 14 ساعت طاقت فرسا و کابوسوار رسیدیم چیانگ مای و به این صورت روز هفتم هم به سر رسید.